سلام، من آوین هستم. امروز اومدم که واسهتون یک کتاب قصه خیلی قشنگ و زیبا واسهتون تعریف کنم و حتما زنگوله رو بزنید، لایک و کامنت یادتون نره و سابسکرایب هم یادتون نره. و از این به بعد هم باز قراره که واسهتون کلی کتاب قصه بخونم. خب اسم قصه امروزمون هست واقعا جدی. بریم که داشته باشیم. کوچولو که بودم بابا بزرگم همیشه برایم قصه میگفت. من همه ماجراها و قصه هایی را که از خودش در می آورد دوست داشتم. مثلا یک روز میگفت شارلی، تا حالا برایت از آن ملوان پاچوبی گفتم که توی اتاق چوبی زیر شیروانی خانه ام زندگی می کند؟ بعضی وقتها که روزنامه میخوانم صدای پای چوبیش را میشنوم که دنگ 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 به صندوق گنج قدیمیش میخورد. واقعا شارلی، جدی. اگر با دقت به حیات نگاه کنی قورباغه‌اش را میبینی که این طرف و آن طرف میپرد. میتوانی خفاش او را هم ببینی که از بند رخت آویزان است. واقعا شارلی، جدی. روز بعد میگفت آن ملوان پاچوبی را که برایت تعریف کرده ام یادت میآید؟ خب اون دوستش هم که یک جادوگر پیر است توی انباری ته حیاط خانه ام زندگی میکنه. وقتی از بابا بزرگ درباره سوراخ کف اتاق پرسیدم گفت آهان، این را میگویی، این سوراخ اینجاست. چون که یک آدم کوچولو توی زیرزمین خانه هم زندگی میکنه. روزهایی که باران از درزهای پنجره از زیرزمین میآید تو، آن آدم کوچولو مجبور است از نردبان بیاید بالا که پاهایش خیس نشود. یک بار که چند روز پشت سر هم باران آمد، بالاخره توانست یک سوراخ کف اتاق بکند و از آنجا فرار کند. واقعا شارلی، جدی. حالا که بزرگتر شده ام، بابا بزرگ دیگر برایم قصه نمیگوید. نه ملوان پاچوبی را یادش میآید، نه جادوگر و نه آن آدم کوچولی قصه هایش را. یک بیماری خیلی بد آمده سراغش و حافظه و کلمه هایش را خورده. حتی خنده هایش را هم داده است. این هفته هم مثل هفته های قبل با مامان و بابا می رویم دیدن بابا بزرگ. وارد اتاقش که می شویم حتی بر نمی گردد نگاهمان کند و وارد ماشین های توی خیابان برایش جالب تر از ما هستند. اگر مامان با من حرف بزند و جوابش را ندهم حسابی به درد سر می افتم. اما او به بابا بزرگ اجازه می دهد همینطور بیرون را نگاه کند. البته میفهمم که از این کار بابا بزرگ خیلی قصه میخورد. یک مرتبه یاد قصه میافتم که بابا بزرگ همیشه برایم تعریف میکرد. به طرفش میروم و میگویم این منم، آکیموتو کاتا، همون جنگجوی بزرگ ژاپن. یک چای مخصوص درست کرده ام که تا به خورد دشمنهایم میدهم در جای یخ میزنم. میدانید ماده اصلیش چیست؟ بابا بزرگ جواب نمیدهد. یواش گوشش را میکشم و میگویم ماده اصلیش گوش راست یک آدم بداخلاق است. واقعا، جدی. بابا بزرگ فوری رویش را به طرف ما برمیگرداند، نگاهمان میکند. فکر کنم حرفم را باور کرده است. خوب شد این داستان یادم آمد، چون دیگر به ماشین های توی خیابان نگاه نمی کند. هفته بعد باز می رویم دیدن بابا بزرگ. یک خانم مهربان سینه غذا را می گذارد جلوی او. با نوک چنگالش کوفته قلقلی ها را توی بشقاب قل می دهد و سیب زمینی ها را له می کند.
با غذا بازی میکنند اما لب به آن نمیزنند. کوچولو که بودم هر وقت غذایم را نمیخوردم بابا بزرگ یک قصه مخصوص برایم تعریف میکرد. امتحان میکنم، شاید فرده‌ای داشته باشد. به او میگویم این منم، منسا، معروفترین شکارچی آفریقا. من بهترین و لطیفترین و خوشمزه ترین آهوهای دنیا را شکار میکنم. این یکی را هم مخصوص شما شکار کردم. واقعا جدی. اگر بدانید که با چه سختی و زحمتی پای پیاده سرتاسر بیشه‌زارهای آفریقا را گشتم و با هزاران شیر جنگیدم تا توانستم این آهو را شکار کنم، آن وقت حتی شما حاضر نیستید حتی آن را بچشید؟ بابا بزرگ اول یک ابرویش را بالا میبرد. میدانم که تعجب کرده است. بعد نوک چنگالش را توی یکی از کوفت قلقلی ها فرو میکند و آن را میگذارد توی دهانش. بعد هم ذره ذره همه غذایش را میخورد. تمام هفته بعد به بابا بزرگ فکر میکنم. میخواهم یک داستان عالی برایش بسازم، داستانی که خوشحالش کند و دوباره لبخند بزند. روز ملاقات که میشود میروم نزدیک بابا بزرگ و میگویم این منم، آبلیمی بزرگ، بهترین شعبده باز دنیا. راه خیلی دور آمده ام اینجا که یک شعبده بازی عالی و محشر و فقط مخصوص شما اجرا کنم. میخواهم چیزی را جلوی چشمانتان ظاهر کنم، یک چیز فوق‌العاده و عالی، واقعا جدی. دستهایم را به این طرف و آن طرف تکان میدهم و میگویم عجی مجی لا ترجی، ای ماکارونی های پهلوان، ای پولک های رنگین کمان، شعبده باز بزرگ اومده پیشتان تا بیاورد این شعر را بر زبان. آهای خنده شاد، بیرون بیا و با ما همیشه پیش ما باش. اول پشت گوش بابا بزرگ را نگاه میکنم اما چیزی را که مثلا دنبالش هستم پیدا نمیکنم. بعد توی کیف مامان را نگاه میکنم، باز هم هیچی. توی جیب هایم میگردم، آهای پیدایش کردم، شکلک خندانی را که کف دستم کشیده ام نشان بابا بزرگ میدهم و میگویم اینجاست، لبخندتان را پیدا کردم، حالا دیگر میتوانید پسش بگیرید. دستهایم را میگذارم روی لبهای تیقی‌اش. یک دفعه صورتش شاد میشود. آن مرض وحشتناک لبخندش را نخورده بود، فقط یک جا قایمش کرده بود، یک جایی آن پایین ها ته قلبش. چند روز بعد جلوتر از مامان و بابا میروم توی اتاق بابا بزرگ. دل تو دلم نیست که هرچه زودتر بخندانمش. بابا بزرگ به سختی دهانش را باز میکند و میپرسد تو کی هستی؟ مامان جواب میدهد این شارلی نوه شماست. با آن ابروهای پرپشتش به من اخم میکند و میگوید کسی به اسم شارلی نمیشناسد. خوشحالم که بابا بزرگ بالاخره حرف میزند اما ناراحتم که من را نمیشناسد. بعد فکری به نظرم میرسد. به او میگویم چون اسم واقعی من این نیست، من کلودیو اسپنزو هستم که یک شعبده باز ماهرم که قیافه‌ام را عوض کردم تا مرا نشناسید. بابا بزرگ میزند زیر خنده. انگار برای یک لحظه آن مرض وحشتناک میرود توی صندوق گنج ملوان پاچوبی یا توی کلاه جادوگر پیر یا زیر کلاه نوک‌تیز آدم کوچولو قایق می‌شود. شاید دفعه بعد که به دیدن بابا بزرگ میروم بیاید لبهایش را غنچه کند یا نخواهد غذایش را بخورد یا حتی حرف بزند. شاید هم دوباره من را نشناسد. اما از این به بعد دیگه بلدم چجوری بابا بزرگ رو خوشحال کنم.
همان قدرتی که من دارم همان قدرتی هست که میتوانم هر باری که میروم پیش بابا بزرگ یک داستان خوب برایش بگویم و لبخند به لبهایش بیاورم. واقعا جدی داستانمون به سر رسید، کلاغ به خونش نرسید. خب دوستان عزیز، باز بهتون میگم کامنت و سابسکرایب زنگوله رو بزنید و کامنت های زیباتون رو برام بذارید و حتما نظر بدید که چقدر کتاب قصه قشنگمون رو دوست داشتید. دوستتون دارم. خدا نگهدار. شبتون بخیر.